آنانی که بدین باورند روزه گرفتن در روز دهم حرام است و نوشیدن چیزهای شیرین و خوش ذائقه در این روزها لازمه تک تک محبان رسول گرامی است. این برداشتشان مستقیما به برداشت رسول گرامی، خانواده و اهل بیت او و 300 سال پس از هجرت تا این دم جهان اهل سنت مخالف است. لذا پیشنهادم به هر جوان هوشیار و بیدار این است. اول خود در مقدمه نخست گفته بودم که ماه محرم با تولد شاهی، با مرگ شاهی، با شهادت شاهی، با مرگ و تولد و شهادت شاهزاده‌ای هم ارتباط ندارد. در ارتباط به ماه محرم به خاطر روشنایی و بیداری نسل جوان ما از آدرس مستند عناصر و موضوعات چند را با آن میخواهم شریک سازم. از این رو خدمتشان عرض می کنم که موضوع را کهنه نیندیشند، زیرا موضوعات آنچه که در دنیا گفته می شود گاهی هم مستند نیست و گاهی هم مستندش را نمیشنوند، چون سال یک دوره می آید. اگر سالانه تکرارم کنیم به یاری پروردگار بی هدف و بی فایده محسوب نمی شود. عناصر بحث ما قرار ذیل است. در گام نخست به اساس استناد اصیل جهان اسلام که قرآن فرمان الله و از لوح محفوظ آمده است، هیچ نوی آلودگی و کاستگی در دیدگاه قرآن دیده نمی شود. از یکی از آیات آن قرآن خدمتتان داشته باشیم. پروردگار عالم در یکی از سوره های قرآن، سوره توبه، در یکی از آیه 36 یک آیت دارد می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. در ادامه میگوید منها 4 حرم. معنا و برگردان این آیت این است عزیزان دل، پروردگار فرمود همانا شمارش ماها به نزد پروردگار در کتاب پروردگار در لوح محفوظ پروردگار از روزی که زمین و آسمان آفریده شده است 12 ماه است و از آن 12 ماه 4 ماه آن ماهای حرم است، یعنی ماهایی است که قابل حرمت، قابل احترام و بسا چیزا در آنها ممنوع بوده است. البته از جمع 4 3 ماه متوالی و مسلسل پی در پی است به نام ذوالقعده، ذوالحجه و محرم. اما رجب مضر که اون بین جمادی و بین شعبان است با فاصله هست. پس آمدیم خدمتتان عرض می کنم عنصر اول بحث ما این است: ماه محرم از روزی که زمین و آسمان به وجود آمده است در علم پروردگار خو ازلی بود، در لوح محفوظ ویژگی هاش نوشته هست، در قرآن کریم و احادیث نوشته هست. هیچ نوع ارتباطش به زندگی کسی، به مرگ کسی، به داشته های کسی نبوده است. یعنی پیوند این را به حیات شاه، به مرگ شاه، به حیات شاهزاده، به مرگ شاهزاده نباید داده شود. این پیشنهاد من است. با آنی که پیشنهادم مستند از قرآن کریم است، در عین حال من از خود اجتهاد نکرده ام. برگردان نص قرآن کریم را خدمتتان عرض کردیم. خدای نکرده اگر مخاطبان ما از این برداشت من برنجن، خفه شوند، در این راستا گفتنی هم این است: دعوتگران راستین و صادق امت اسلامی متأثر از هیچ فکر و نظام نمی بوده باشند، بلکه به قدر توانشان داشته های دینی را به امت برگردان می کنند. و مقصد اساسی ما 2 چیز است:
یکی ادای مسئولیت ما در قبال امت در دنیا و یکی ادای مسئولیت ما روزگار قیامت و رسیدن به قله های بلند خوشنودی پروردگار ماست. از این رو با ما عقده‌مند نشوند، از ما نرنجند و اگر اهل سنتن یا گروه های دیگر، من با حفظ احترام انسانیت همه، با جبینی باز، با لطف خوش، با منطق دلیل قرآن صحبت کرده ام که قرآن فرمود، از آیه را حواله دادم که 36 سوره توبه. دقیقا اگر در آنجا در قرآن 4 ماه محرم حرام نباشد، قابل احترام نباشد، من ملامتم. اگر در برگردان و در تفسیرش اشتباه کرده باشم، تناب مخاطبان گردن من از آدرس شخصیت ها صحبت نکردم، از آدرس قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. شعار ما همیست که بنده به یک الله بوده باشیم، امت به یک رسول بوده باشیم، زندگی های بعد از مرگ را بپذیریم، توحید ما را تکمیل کنیم، باقی مشکلات رو به حل می بوده باشد. تا این دم یک عنصر بحث، یک موضوع بحث ماست. عنصر دومی بحث ما این است: ماذا نفعل في العشر ماذا نفعل في یوم العاشوراء، ما در یوم عاشورا چی کاری را انجام دهیم، یا در دهه محرم چی کاری را انجام دهیم. کیف نفعل، ماذا نفعل، بماذا نفعل، چگونه و چی عملی را انجام دهیم. یعنی داشته هایی که در ماه محرم انجام دهیم کدام است. البته نفس دهه جدا موضوع است، ماه محرم جدا موضوع است. یعنی دومین عنصر بحث ما این است که در ماه محرم چگونه استقبالش کنیم، چی باور داشته باشیم، چی تفکر و اندیشه داشته باشیم. این بحث ماست. یکی از منابع معتمدی اهل سنت و الجماعت، اهل سنت و جماعت، کتاب صحیح امام مسلم پس از بخاری در جهان اسلام رتبه خاص و علمی خود را به حیث دکتر و متخصص جهان اسلام دارد. راوی جناب شیخ ابو هریره، مرد فقیه و متخصص جهان اسلام. دیگران از ما نرنجند، هیچگاه در صداقت و امانتش، در حفظ و در دیانتش، در اتقان و در توثیقش شک و اشتباه کماندیشی دیده نمی شود. صرف اینقدر باور داریم که معصوم نیستند، مگر با آن هم صادق و امین است. به آموزه مشافهوی، مشافهتن از روی مشافهه و دید و وادید مستقیما از پیامبر معظم روایت دارد که فرمود: افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم، بهترین روزه پس از روزه فرضی که آن رمضان است، بهترین روزه پس از روزه فرضی که آن رمضان است، روزه ماه محرم است. حالا در مقایسه نمی رویم، یعنی اعتراضات، انتقادات، تعدد در روایات به جای خودش باشد، جای بحث نیست. بحث ما یک موضوع علمی را به جهان اسلام رساندن است، لذا به برگردان این حدیث برمیگردم. اما جملات علمی را اشاره برای این دادم مخاطبان علمی ما در کامنت ها و تعلیق ها قلم اعتراض، انگشت اعتراض را حرکت ندهند، چون هر بحث از خود جا دارد. اینجا سمینار علمی تخصصی مناقشوی نیست، من مقام خطابی میدانم. پس حاصل امین شد که در ماه محرم یکی از عبادت‌های ویژه، وسیله تقرب به سوی خدا و وسیله بخشش گناه، وسیله به دست آمدن خوشنودی پروردگار، روزه گرفتن نفلی بوده است. یعنی روزه نفلی در ماه محرم بهترین سیرت از آدرس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده است. عزیزان دل، البته
تکرارا پیشنهاد میکنم، عبادت ها توقیفی است، تشخیص عبادت توقیفی است، تعیین عبادت توقیفی است، فضیلت عبادت توقیفی است، جایگاه عبادت توقیفی است. کدام عبادت است که به درگاه خدا زودتر منظور می شود، ما را به سادگی به رضای خدا می رساند. منسوسی و توقیفی است. توقیفی به این معنا غیر از پروردگار کسی دیگر نمی داند، حتی پیامبر هم نمی دانست. پروردگار به رسول الله صلی الله علیه و سلم هدایت و فرمان داده است. لذا در ماه محرم ما نمی دانستیم که تلاوت، نماز، روزه چی فضیلت دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به وحی الهی که و ما ینطق عن الهوا، از خواهش صحبت ندارد، به ما بیان داد و گفت که بهترین عبادت در ماه محرم روزه گرفتن، ولی مگر به فضیلت فرض رمضان نمی رسد. در اینجا هم یک نکته هست، نکته ای که خدمت دوستان به صورت فرمول عرض کنم. آن نکته این است که ما در سیستم عبادی باید اولویت بندی داشته باشیم. اولویت بندی ما این است بیشتر همت را برای ادای فرایض دهیم، پس از آن آنچه واجب است پس از آن آنچه سنن مؤکده است، در گام بعدیش به نوافل. معنا این است که آنانی که به فرایض اعتنا ندارند، توحیدشان مشکل دارد، عبادات فرضی مشکل دارد، با روزه نفلی محرم جبران نمی شود. انتظار آن را نبرند. آری، آنانی که فرایض پروردگار را ادا نموده اند، بالکل بهترین روزه در ماه محرم است. سومین عنصر و موضوع بحث ما مستقیما یوم عاشورا است، یعنی روز دهم است. در روز دهم چگونه ما در اینجا چی عملی را انجام دهیم؟ در این راستا باز هم به روایتی از امام مسلم رحمت الله علیه و راویش از خانواده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آن هم فرزند عم رسول گرامی، آن هم حبر امت یعنی دانشمند امت، آن هم که دعای پیامبر در حق او پذیرفته شده است. اللهم علمه الکتاب. رسول گرامی به الله پیشنهاد داده بود پروردگارا ابن عباس را علم قرآن نصیب بفرما، و دقیقا دعای پیامبر قبول شد. رئیس مفسرین لقب گرفته است. این بزرگ مرد راوی حدیث است. می فرماید حین صام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم عاشورا، انگامی که پیامبر یوم عاشورا را خودشان روزه گرفتند، دهه محرم را، و امر بصیامه، و دیگران را به این روزه فرمان دادند. پس از آن صحابه با ادب، صحابه که حریص به برداشت‌های علمی بودند و پرسش ادبانه را فرهنگ ترقی و ربانی شدن، عالم شدن می‌دانستند، گفتند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم انه یوم تعظمه الیهود و النصارى. روز دهه محرم یک روزی است که مردم یهود، مسیحیان به نظر احترام می نگرند. مطلب صحابه با توجه به ارشادات دیگر پیامبر این است که پیامبر معظم در برخی ارشادات گفته بود شما در امور عبادی با یهود نصارا مخالفت کنید، شباهت با آنها ندهید خود را. از این رو از آموزه دیگر تحقیق و تعمق علمی و تعمق عملی یا ژرفنگری صحابه چنین سؤال را برای انداخت و به ذهنها تداعی کرد. گفت ما را یک عمر آموزه دادی در امور عبادی ما شباهت به یهود نصارا نداشته باشیم. به تعبیر متخصصان از اینجا کشیده اند قوام الدین فی مخالفت المشرکین، پختگی دین و دینداری یک انسان، پختگی توحیدش در مخالفت به عبادات مشرکین بوده است. هرگاه انسان
100% عبادتش برخلاف عبادات مشرکان باشد، ایمانش 100% پخته است. هر قدر نقیصه داشته باشد نقیصه دارد. هنگامی که صحابه این پرسش را برا انداختند و گفتند انه یوم تعظمه الیهود و النصارى، این روز عاشورا دهه محرم روزی است که ملت‌های یهود و مسیحیان با عظمت میدانند، احترامش میکنند، باوری که دارند. پس ما چگونه این روز را روزه بگیریم؟ آیا روزه گرفتن و ارج امروز نوی شباهت و همخوانی به عبادات اهل کتاب ندارد؟ دقیقاً که دارد. هنگامی که دارد از ارشادات دیگر پیامبر آموخته بودند که در امور عبادی با یهود، نصارا و اهل کتاب موافقه نکنند. پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم در پاسخ صحابه گفت فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، و در عبارات دیگری هم دارند. یکی از آن عبارت امین است. فاذا كان العام المقبل، یا هنگامی که سال آینده آید، ان شاء الله اگر خدا خواسته باشد، باز صمنا اليوم تاسعه، روز نهم را نیز در اینجا روزه میگیریم. حاصل پاسخ چیست؟ حالا که پیامبر به برخی روایات تا سال آینده زنده نمانده است، به این آرمانش نرسید، پس ممثل آرمانش امت پسین، امت اجابت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باشند. نتیجه این است در دهه محرم چی باید کرد؟ در دهه محرم چی باید کرد؟ یعنی قبلا خب ماه محرم را موضوع گرفتم، سومین موضوع ما این است مخصوصا در دهه محرم چی باید کرد. پس در اینجا در دهه محرم تحقیق علمی امین است که ما تنها یک روز را روزه نمیگیریم. چرا؟ زیرا با ارشاد رسول گرامی و پیشنهاد صحابه روزه گرفتن و احترام یک روز شباهت به اهل کتاب دارد. مأموریت ما مخالفت با آنها در امور عبادی است. از این رو پیامبرم از پروردگار امید برد اگر تا سال آینده در قید حیات ماندیم روزه نهم را نیز میگیریم. نهم محرم، دهم محرم یک، دهم و یازدهم دو، نهم، دهم، یازدهم سه. آنچه که من برداشت از دین الله با جمع روایات دارم همین است که ما از این سه گزینه یکی را انتخاب کنیم، یعنی نهم با دهم یک گزینه، دهم با یازدهم دوم گزینه، نهم، دهم، یازدهم سوم گزینه. پس این سه گزینه را باید ما انتخابش کنیم دوستان عزیز ما. به این خاطر مردان و زنان امت اسلامی تا این دم روز دهم نیامده است. در خود محرم قبل از ده بعد از ده جدا روزه فضیلت دارد، مخصوصا نهم و دهم یا دهم یازدهم یا هر سه روز این فضیلتی جدا دارد. هر آن که در هر گوشه دنیا صدای من را میشنوند پس از ادای فرایض و روزه فرضی بهترین روزه ماه محرم در جمع آن دهه محرم بوده است. جناب ابن عباس در روایت دیگرش نیز در روایت بخاری و مسلم دو منبع معتمد جهان اهل سنت می فرماید که رسول گرامی را ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یتحرى صیام یوم فضله علی غیره الا هذا اليوم. پیامبر معظم هرگز هیچگاه پیامبر را ندیدم که با قصد و انتظار روزه یک روز را بر دیگران فضیلت داده باشد مگر روزه دهه محرم را. این حدیث صحیحین است عزیزان دل، این حدیث صحیحین است. از این رو خدمتتان عرض می کنم با وصفی که نفل است اما از ویژگی های زیادی برخوردار است عزیز دل. با وصفی که نفل است از ویژگی های بیشتری برخوردار است. از این رو خدمتتان عرض می کنم که نفس ثبوت روزه با روایت بخاری مسلم ده ها ذخیره امت اسلامی ثابت است. پس نتیجه آنانی که بدین باورند
روزه گرفتن در روز دهم حرام است و نوشیدن چیزهای شیرین و خوش ذائقه در این روزها لازمه تک تک محبان رسول گرامی است. این برداشتشان مستقیما به برداشت رسول گرامی، خانواده و اهل بیت او و 300 سال پس از هجرت تا این دم جهان اهل سنت مخالف است. لذا پیشنهادم به هر جوان هوشیار و بیدار این است. اول خود در مقدمه نخست گفته بودم که ماه محرم با تولد شاهی، با مرگ شاهی، با شهادت شاهی، با مرگ و تولد و شهادت شاهزاده‌ای هم ارتباط ندارد. چرا؟ این از روز پیدایش زمین و آسمان ویژگی دارد. از آن روز خلاص کرده بودم. از دید عقلی اگر ما خود را با کسی دردمند بسازیم، کسانی که جام شهادت را در حالت در زیر قیادت ظالمترین نظام جام شهادت بنوشن، ما در آن روز از خوردنی ها کار بگیریم، از دید منطق و عقل هم امخانی ندارد، بلکه مانند آنها خود را دردمند و علمدار کنیم، غمگین و جگرخون کنیم. آن این است که ما روزه بگیریم، با دل نفس روی نفس پا نهیم، خواسته ها را سرکوبش کنیم. البته این در استدلال من عقلی بود، من از دید عقلی گفتم. شریعت خو اصولش مشخص است.